نونهالانی که سرود برخیز ای مسلمان رو داره سر میزنه. برخیز ای مسلمان برگیر صلاح قرآن. این کوچک نیست، این ریش سفیدای سست و تنبلی مثل محمد صالح پردل رو میخواد بیدار بکنه. یه بلند شو محمد صالح پردل، برخیز، تو که ادعا داری بگیر صلاح قرآن، حرکت کن. به هر دشمنی که با این صلاح بی‌جنگید، چه دشمن درونی خودت، چه دشمن بیرونی، چه دشمن خودی، چه دشمن اجنبی، نصفش میکنه. صلاح قرآن عجیبه. اینها کوچک نیستن. به همه شما تبریک که قبل از مرگتون راهو از چاه تشخیص دادید. ارزش و عزت از دست رفتتون رو دوباره برگردوندید و پیدا کردید. گم شدهتون رو دوباره یافتید، راه رو دوباره شناختید. حالا بعد از این شناخت کج رفتن خیلی بدبختیه. تو نمیفهمید، اشکال نداشت. حکم یک بچه داشتید، بچه مکلف نیست. تا نشنیده بودید مکلف نبودید. حکم یک معذور داشتید، جاهل بودید. گرچه همیشه جهل عذر نیست، اما با وقتی عذره. اما الان دیگه عذر و بهانه از دست تو رفته. دیگه نباید این راه کنار بگذارید. دیگه نباید به غیر از این راه راضی باشید. رضای خدا در این راهه و بندی خدا باید به رضای خدا راضی باشه. عروسی واقعی اینه. عروسی معبر شادیه و خوشحالیه. خوشحالی مؤمن اینه زمانی که معصیت نکنه، نه زمانی که بزنه و برسته. امروزه برای ما ثابت شده که ما میتونیم با چنین مراسمی بهترین شادی و عظیمترین شادی رو بکنیم. شادی که نه در دنیا و نه در آخرت هیچ موقع غم و اندوه به همراه نداره. و برای ما همچنین ثابت شده که آلات لهو و لعب و شراب و قمار و معاصی نمیتونه شادی آفرین باشه، بلکه در اثناء شادی که می آفرینه همونجا سم قاتل و کشنده نهفته است، همونجا خفت میکنه. امیدوارم که همه روزتون روز عید باشه. در روز عید روز شادی و خوشحالیه. تمامی لحظاتون روز لحظات شادی و خوشحالی و عید باشه، با طاعت و بندگی خدا. و تمامی شبهایتون شب قدر باشه، اگر قدر بدانید مثل امشب. و اگر قدر ندانید، اگر در شب 27 رمضان هم باشه که شب قدره، شب زجر میشه.